مشکل نه مشکل به شرطی که گرم کن نکنه لیکن گرم کن اگر کلودان که کلاوا اول میگن ناس بود میگن این مشکل کار اما اگر رفت ناس کشیدن که واسه باری هیچ نفهمه ممکنه داره میشه طهارت از چیز میشه که دیگه الوضو من ما خرج طهارت از چیز میشه که دیگه از بدن خارج شود مثل گرداب و خون و مثل باد و پیشاب و غایط از اینها طهارت میشکنن اما یک دانه خاکی در تک زبان میبره طهارت میشکنن من طهارت من پاپیراس هر کدامش طهارت نمیشکنن لیکن گپ در طهارت نیست طهارت نمیشکنن نماز به اونها درست است اما زیان دارن به خاطر این زیان چی گوشی نکنه زیانش چی؟ اسراف است هر روز یک سوم ناس میکشه در یک ماه چی میشه 30 سوم در یک سال چی میشه 360 سوم 360 سوم شما اگر ناس نکشه پس انداز کنید یک گله نفشه در خانم تا میخورید زیان شکل دیده پاپیراس هم همچنین است این اسراف از خدا به اسرافکاران رو دوست نمیدارن دویم بدبویی دارن بویی بد دارن ناسکش و پاپیراس کش دهنش بویی بد دارن وقتی که من در کوچه زنهای روز نمیدونم پاپیراس بکنم اون وقتی اینجا مهمان وردشان نمیدونم و بعد بعضشان که چی حال دارن شوهراشان مواج خیش الخبیسات للخبیسین خلاصه عزیزان من دهن بو میکنند هر چیزی که بو میکنند ملائکه از او آزار مییابند پیغمبر خدا حتی پیاز این نعمت خوردنی است چسناک روکی باشد کرفس با جای شما چیزی میگن من در کوب وقتش بکنم راشد اینها بوی بد دارن پیغمبر اینها رو خوردنش من کردن نخوره گفتن حتی گفتن کسی میخورد مسجد ما نبیاید فإن الملائکه تتعزى مما يتعزى عنه الناس ملائکه آزار می‌یابند هر چیزی که مردم آزار می‌یابند حالا در تابستانا بعضی ناسکشا به من زیارت می‌کنند بعضی با محبت اخلاص دارن شما شاقا میگه ای بوی بدی ناس که آدم رو میخه میگردن و فکر میکنم بیچاره زمین اگر ناسکش نباشه چی بکنه این اگر اینا موشه کنون گوه یا وای بیچاره چه قدر توقعش گرانده نفس نمیکشه در وقت گوشی کردن حال همین هستیم بنابر وقتی که بو دارد مکروه تحریمی است لیکن با وجود که همین اگر مبادا گرم تان نکنم طهارت نمیشکنید اما همه تان خواهش میکنم بچه‌های تیبا به یاشا به جوانا ناس پاپیراس عادت نکنید یکم دنداناتان علتی میکند دهنتان بدبو میکند سلامتیتان زیان دارد ما ثروتتان زیان دارد اقتصادیاتتان اخلاقتان زیان دارد ببینید گرم شوی ناس نیابی اگر چند آدم آزار میدی به خاطر همین حال نکشیدان چند اگر مبادا کشی هم دهناتان آوگردان کنه شاد که شوی وقت نماز نبیایی نماز خانه زیرا که شما با خدا مناجات بکنید اگر با دهنی بویناک و یک آدمی کلان رو پروش و گپ زنه روش از شما میگرداند هم تا هست مگر خدایی که آفریدگار این آسمان و زمین است او خوشبویی رو دوست می‌دارد سزاوار است که با این دهنی پر از ناسی بدبوی و با پاپیراسی بدبو الله اکبر بگوییم و خدا رو یاد کنیم خدا رو مناجات کنیم این مناجات ما رو خدا قبول نمی‌کنه 1000 بار شستم دهان به مشک و گلاب حضرت بایزید بستانی میگن 1000 بار شستم دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن مرا نمیشاید هنوزم آن گفتن شرمی داریم در چند بار با گلاب آبگردان کردم اما با وجود این خود لایق نمیبینیم که الله گویم چطور با این دهن ناسالون شما نماز بخونیم خب حکم شرعیش دیگر است اما عقل و انصاف دیگر است نباید حالا تا پیش از مسجد در آمدن با زبنای پست شوی ناسکشو و پاک ناسکشو بعد برای نماز خانیم و ایلا بست کنه دکترش بساز حضرت معاده میگه مکش ناس یکی بول است از اینا اگه تصاوب حرامش میدانند حکم حکم بول میدانند لیکن ما البته این قولی عزیزان کار بداریم شریعت ظاهرش این حرام نیست برای حرام نص در کار است دلیل در کار است